بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان عزیز، خواهران، برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که همه شما خوب باشین و باز هم قبل از همه شکر میکنیم به بارگاه الله سبحانه و تعالی که برای ما و شما توفیق نصیب کرد که ما و شما در یک درسی از درسهای خالق شناسی و یک درسی از درسهای ایمانی در این اشتراک بکنیم. الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله، همیشه حمد و شکر الله را بکنیم به خاطر از اینکه امید توفیق حاصل کردن برای شنیدن حق این یک بزرگترین نعمت الله سبحانه و تعالی هست که بر بنده های خاص خود الله سبحانه و تعالی ای را نصیب میکنه. دوستای عزیز، موضوع امروز ما و شما است درباره وجود خالق کائنات، در مورد الله سبحانه و تعالی و وجود ازی. چون ما و شما در عصر زندگی میکنیم که بعضی اوقات دشمنای اسلام از شهوات و شبهات استفاده میکنن تا بسیاری کسا را ذهنشان خراب بسازن و بعضی از چیزهای میگن که درباره وجود خالق در زنا شک پیدا شود. الله متعال برای ما و شما الحمدلله حس داده که باید از حس خود در محسوسات استفاده بکنیم. برای ما و شما عقل داده که در امور عقلی معقولات از عقل خود استفاده بکنیم. برای ما و شما الله سبحانه و تعالی علم داده که از علم خود در امور تجربی استفاده بکنیم. و همچنان الله سبحانه و تعالی برای ما و شما وحی را نازل کرده، قرآن و سنت را، که ما و شما در امور غیبی از اینا استفاده بکنیم. پس در وجود خالق متعال سبحانه و تعالی دلایل مختلف هست. اول دلایل حسی است. ما و شما گفتیم در محسوسات باید از حس استفاده بکنیم، چون الله سبحانه و تعالی همون ذاتی هست که برای ما حس خلق کرده، عقل خلق کرده. به می شکل برای ما و شما مثلا علم قوه داده که در وجود ما و شما که ما و شما علم استفاده بکنیم. همین قسم الله سبحانه و تعالی نازل کرده وحی تا که در مسائلی که باز حس و عقل ما کار نمیکنه اونجا باز از وحی استفاده بکنیم. اولی دلیلی که در مورد وجود الله سبحانه و تعالی هست دلایل حسی هست. دلایل حسی هست. شما ببینین الله متعال میگه که و فی انفسکم، شما چرا در نفسهای خود، یعنی الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم برای ما میگه که شما در باری وجود خود فکر بکنید. شما حداقل ببینید که همین ساختمان وجود شما که هست این چه قسم. مثلا سعدی رحمت الله علیه یک شعر میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. یعنی شما میگه اگر یک برگ سبز درخت شما بگیرین و این برگ درباره از این تحقیق بکنین، اینمی دلیل بسیار زیاد است. هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. یعنی هر ورق از یک دفتر است که خالق متعال برای ما و شما معرفی میکنه و نشان میده. الله متعال حتی در وجود خود انسان میگه شما در وجود خود چرا درباره وجود خود شما تحقیق نمیکنین؟ مثلا از نگاه طبی در آناتومی و فیزیولوژی وجود انسان، اگر انسان درباره وجود خود فکر بکنه این بسیار ارزش داره. مثلا دست ما هست، این دستی که اینجا خلق شده، اگر این دست ما قاطع نمیشد من در چه حالت بودم؟ پس وقتی که من هنوز نو در بطن مادرم بودم خالق هست که این خلق کرد و درباره کل ازی با کرامت خود یعنی لطف کرد که من نخواسته بودم برای من دست به شکل خلق کرد که این مثلا پنجه های من مثلا یک چیز را میگیره. مثلا وقتی من گلاس آب میگیرم برای من بسیار ساده این پنجه ها کار میکنم. و اگر شما از یک دکتر پرسان بگوین در بین ازی چندین سلول کار میکنه و میگه مثلا یک آناتومی دست بحث میکنه میگه 32,000 نمیفهم سلول است و مثلا چیزای هستن که اونا دکترای طب سر از این بحث میکنن. پس ما از نگاه ایمانی وقتی که بحث میکنیم این خالقی که این دست برای من خلق کرده و بازی دست ما بسیار ساده، من
گلاس هم میگیریم با بسیار عزت و این باز قاط میشه. اگر این قاط نمیشد، اگر همین قسم می بود، باز من آب چه قسم می نوشیدم. وقتی که من ایره میگیرم و این بالاخره نرمال من میرم و ایره با بسیار سادگی و به شکل درست از این آب استفاده میکنم. پس این خودش دلیل است به وجود خالق مهربانه که چقدر مهربان است که در وجود من یعنی هر قسمت وجود خود که انسان فکر بکنه قدرت و عظمت خالق میفهمه که حتی علمایی که هنوز ساینس و هنوز تکنولوژی نبود و چیزا نبود، لکن دست انسان و قاط شدن دست انسان و گرفتن هزی و پنجه انسان و این کل دزی وجود داشته. حتی الله متعال میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. شما از نگاه حسی نظر چرا نمیکنید درباره یک شتر؟ ببینید شتر چی ساختمانی داره. ساختمان وجود شیطان یک نفر 12 صفحه درباره ساختمان فیزیکی شتر نوشته کرده بود که شما هر حیوان ببینید مطابق اونمو وظیفه‌ای که در اون جایی که داره. مثلا شتر برای زندگی کردن در صحرا و در مناطق صحرایی که است، این شتر چقدر مؤثر است و تاثیرگذار هست و چه قسم بینی از چی ساختمان داره، گوش از سپلهای از که در صحرا دیگه حیوانات حتی حرکت کردن نمیتونه، ولی شتر با بسیار حالت نرمال در این مناطق چی میکنه؟ مثلا بسیار در صحرا حرکت میکنه و شبها و ماها مثلا حرکت میکنه. شما الله میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت. الله متعال میگه که اگر شما میخواین بفهمین که خالق وجود داره، گیر خلق کرده، به طرف از این آسمان ها سیل بکنین، قدرتش ببینین. قدرتش ببینین که مثلا ببینین من این کامپیوتر از استفاده میکنم. اگر یک کسی بیای بر من بگه که والله کامپیوتر کل چیزش تصادفی است، من خنده میکنم. چی میگید تصادفی است؟ این ماوسش تصادفی است، این صفحات ازی تصادفی است، این برنامه ورد ازی تصادفی است، این کیبورد ازی تصادفی است. هیچ چیز در این کامپیوتر تصادفی نیست. این حال شما الله متعال میگه به طرف آسمان ها سیل کنین، این کهکشان ها را سیل کنین، این حرکت های از اینا را سیل کنین و خصوصا حالا که ما و شما در عصر تکنولوژی زندگی میکنیم، اگر از طریق تلسکوپ اینا را کل از اینا را مشاهده بکنیم، قدرت الله متعال انسان در کهکشان ها میبینه. و به این خاطر است که امروز بسیاری از مردمان مثلا در کشورهای اروپایی و امریکایی و در بسیاری جاهایی که اونجا ساینس و تکنولوژی بسیار پیشرفته هست، میبینید که بسیاری از دانشمندای بزرگ مسلمان میشن. پس افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت. و به طرف آسمان نمیبینن که چه قسم بالا شده هست. و الی الجبال، الله متعال میگه شما به طرف کوه ها نظر بکنید. یعنی متخصصین و دانشمندای زمین شناسی وقتی که به طرف کوه ها نظر میکنن، ببینن که الله متعال میگه چه قسمی این نصب کرده شده. و در آیت دیگه قرآن میگه که والجبال اوتادا، اینمی کوه ها که مثل میخوار در زمین میخ شدگی است. به این خاطر علما میگن که علمایی که در راستای زمین شناسی تخصص دارن، اینا میگن که اینمی کوه ها که است به می اندازی که بالا هست، به می اندازه در پایان در زمین میخ شدگی هست. پس این کلش دلائل قدرت الله هست. و الی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر. بر رسول الله صلی الله علیه و میگه برای مردم یاد بده، شما برای مردم بفرمایید ببینید که چی است. اینمی قسم الله متعال خلقت هر مخلوق را برای ما و شما دلایل چی میکنه؟ و از این خاطر الله متعال میگه سنوریهم، ما نشان میتیم بر از اینا آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. ما دلایل قدرت خود در افقها، در کهکشانها، در آسمان، در سیارات، در اینجا و فی انفسهم، در وجود خودشان. الله متعال میگه ما دلایل قدرت خود بر از اینا نشان میتیم تا اینا قناعت بکنن و بفهمن که چی است؟ انه الحق، و این قرآن حق است و واقعا خالق وجود داره. دلایل دیگه که مثلا از نگاه عقلی هست، ما و شما گفتیم که برای یک مسلمان برنامه داده میشه که شما در محسوسات از حستان استفاده کنه. بنابراین اینمی طبیعتی که هست، این طبیعت بزرگ و این مخلوقات بزرگ کتاب باز الله هست، یعنی لابراتوار باز الله هست که در اینجا انسان ها میتونن که از این لابراتوار استفاده کرده و به چشم خود به شکل محسوس قدرت الله را در تمام از اینا میبینن. و باز الله متعال در قسمت عقل ما و شما را مخاطب قرار میده که افلا تعقلون، چرا از عقلتان کار نمیگیرین؟
افلا یتدبرون، چرا این مردم تفکر و تدبر نمیکنند؟ افلا تتفکرون، چرا از فکرتان کار نمیگیرین؟ افلا تذکرون، چرا به یاد نمیارین؟ اینال الله متعال در آیات مختلف قرآنی چی میکنه؟ دلایل عقلی رو بیان میکنه که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل والنهار. شما میگه از نگاه عقلی ببینین در خلقت آسمان ها و زمین، در اختلاف شب و روز که شب میایه و روز میایه، والفلک التی، شما کشتی های بزرگ رسای کنین که در بحر تجری فی البحر، در بحر در حرکت است، بما ینفع الناس، که بر مردم منفعت میرسانه. و ما انزل الله من السماء من ماء، از آسمان وقتی که از ابرها آب پایین میشه، فاحیا به الارض، زمین میبینین که مثل مرده وارست، بالاخره اینا دوباره زنده میشه. و بث فیها من کل دابه، و اشکال مختلف مثلا جنبنده ها و حیوانات و مخلوقات دری هست. و تصریف الریاح، و همچنان باد ببینین که چه قسم در حرکت و چه قسم بین این درخت او درخت دیگه مثلا لقاح میکنه، القایی که بالاخره اینا سبب پیدا شدن میوه میشه. و السحاب المسخر بین السماء والارض، و امین ابرهایی که مسخر است در بین آسمان و زمین، شما ایره کلش در فضا میبینین. لآیات لقوم یعقلون، الله متعال میگه هر کدام از این دلیل است به وجود خالق متعال برای قومی که اونا از عقل خود استفاده میکنن. اینا کسایی که در این باره فکر میکنن میبینن سبحان الله، این آسمان های، زمین، این کهکشان های، این بحر های، این مخلوقات بزرگ، آیا اینا کلش تصادفی هستن یا کل از اینا خالق داره؟ این چیز تصادفی نیست. اینمی قلم اگر شما سال کنید، اگر شما برتانیا کسی بگوید که اینمی قلم تصادفی است، شما سر عقلش خنده میکنید. قلم تصادفی است، این پشت تصادفی است، این نوکه کسی که به این شکل جور شده این تصادفی است. نه خیر، این چیز تصادفی نیست. این رنگی که در داخل از است، این تصادف است؟ ابدا تصادف نیست. پس حتی این چیزایی که در اینجا هست، این به خاطر از اینکه در جیبت میمونی، این مثلا نفت یا کسی مثلا چی میکنه، این تصادفی است. این چیزی از این تصادفی نیست. پس وقتی یک قلم امکان نداره تصادف باشه، بلکه شرکت از علمای هست، کارگرای هستن که در باری از این کار کردن، آیا آسمان ها و زمین، این کهکشان ها و این حرکت از اینا، کل از اینا تصادفی هست؟ هیچ کدام از این تصادفی شده نمیتونه. الله متعال میگه و هو الذی یحیی و یمیت، الله ذاتی هست که زنده میکنه و میمیرانه. وله اختلاف اللیل و النهار افلا تعقلون، چرا مردم از عقل خود کار نمیگیرن؟ اگر از عقل خود کار بگیرن، اینا میفهمن که خالق وجود داره. هو الذی خلقکم من تراب، الله میگه ببینید دلیل عقلی دیگه که الله اصلا شما را از خاک خلق کرد، ثم من نطفه، باز نسل شما از چی شد؟ از نطفه شد. ثم من علقه، باز اینمی نطفه که خورد به یک پارچه خون تبدیل میشه. ثم یخرجکم طفلا، باز اینمی پارچه خون به پارچه گوشت و بالاخره می قسم مراحل که طی میشه، شما به شکل یک طفل، باز شما امی قسم بزرگ شده میرین. همین مراحل خلقت انسان میگه یس آکلش تصادفی است؟ نه خیر، تصادفی نیست. پس اینجا الله متعال برای ما و شما میگه شما از حستون کار بگیرین و از عقلتان که دو نعمت بزرگ است از استفاده بکنین، باز شما باور میکنید که خالق بسیار با عظمت هست. سومی دلایل فطرت سالم انسانی هست. انسان اگر فطرت خود اصلا ایره چی نکنه، مثلا با شبهات و با سوالای فلسفی و با مشکلات دیگی که هسته، اگر این مختلط نکنه، انسان اما با فطرت سالم صحیح باشه، اینجا انسان قبول میکنه که خالق وجود هست، خالق وجود داره. این خالق متعال در وجود انسان اما تو چی را گذاشته؟ یعنی در فطرت از یک ملکه را گذاشته هست که خود به خود این انسان به خالق متعال متوجه میشه. مثلا شما وقتی که اگر بیاین ببینین در یک چیز شما سایل کنین، اگر در یک کشتی مثلا شما در پرواز هستین، تصور بکنین پرواز است و پیلوت و کلگی میگه که طیاره خراب است و دیگه هیچ امکانات نجات نیست و بالاخره این سقوط میکنه و در بحر خواهد افتاد و تک تک خواهد شد، دیگه انجیناش کلش خاموش است. لکن در داخل فطرتتان برتان میگه که در امی حالت سخت هم ذات هست که اگر بخواید امی لحظه شما را نجات میده. این از کجا هست؟
این در فطرت انسان ایمانداری و خداشناسی و شناخت خالق در فطرت سالم انسانی هست. این قسم رسول الله صلی الله علیه و میگه که الله متعال به اساس رحمت خود ما من مولود الا وقد یولد علی الفطره. رسول الله صلی میگه که هیچ طفل نیست در خانه هندو، در خانه یهود، در خانه نصرانی، در خانه کافر، در خانه مسلمان، وقتی که یک طفلک نو پیدا میشه الله متعال میگه که در رسول الله صلی میگه که الله متعال در وجود ازی چی کرده؟ فطرت ایمانی را گذاشته. فابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه. باز پسان پدر و مادر است که در شخصیت ازی تاثیر میکنن، ایره میبرن به یهودیت، نصرانیت، بیدینی، مجوسیت دیگه پا. اگر نه ای چی هست؟ این طفل از اول در وجود ازی الله متعال در ساختمان فیزیکی ازی، یعنی در داخل وجود ازی، در فطرت ازی چی کردن؟ امی قوه ایمانداری را در وجود ازی الله متعال خلق کرد. ازی خاطر طفلک در هر خانه که پیدا میشه شما سعی کنید این با ایمان پیدا میشه. این رحمت الله هست. خب اینال وقتی که دلایل حسی هست، دلایل عقلی، بین دلایل عقلی اینجا علما دلایل عقلی تقریبا 15-16 دلیل بیان میکنن. مثلا میگن که خود وجود هر مخلوق شما سعی کنین دلیل است به قدرت الله. شما اگر امی پرنده ها رو ببینید وقتی که پرواز میکنن، امی پرنده ها باشه یک ساختمان خاص داره که برای پرواز بسیار خوب است. از این خاطر بسیاری وقتی که در تکنولوژی امروزی طیاره را میسازن، بعضی اوقات ده باشین شما که بعضی طیاره را به شکل باشه ساختن، بعضی طیاره را به شکل بوم ساختن، بعضی طیاره را به اشکال امی پرنده ها. ببینید که اینا بسیار تاثیر دارن در پرواز از اینا. پس این پرنده را که الله متعال این قسم در آسمان خلق کرده، این چی هست؟ این دلیل است به این که خالق با عظمت هست که این مخلوقات خلق کرده. حتی ماهی ها را شما امروز کشتی ها را که جور میکنن بسیاری وقتا به شکل نهنگاه و ماهی هایی که هستن به شکل ازی در اینجا میسازن. این چی هست؟ این کل دلیل است به این که خالق با عظمتی که او خالقی که همه چیزی که هنوز انسان ها از تکنولوژی خبر نداشتن برای هر مخلوق یک ساختمان فیزیکی خاصی را برش خلق کرده که این بتونه وظیفه خود درست انجام بده. این کاری که از کار خالق بسیار با عظمت است. این دلیل است به موجودیت خالق با عظمت. ساختمان فیزیکی هر مخلوق، وظیفه هر مخلوق، اینمی قسم تقسیم بندی وظایف. شما وظیفه هر بدن، هر عضو انسان ببینید که 24 ساعت کار میکنن. مثلا در وجود انسان ما و شما یک وقت صنف هفت مکتب بودیم، استاد میاد میگفت که همین وجود انسان که هست بعضش ارادی است، بعضش غیر ارادی است. یعنی مثلا دست به اراده ما و شما هست اما قلب به اراده نیست. این چرا؟ خالق متعال، خالقی که خلق کرده، چرا اگر دست به اراده نمی بود دست انسان هر طرف میرفت. اگر خودت شیشته میبودی در موتور میبودی دستت به اراده در جیب یک نفر میرفت، او میگه تو کیسه‌بری میکنی، دزدی میکنی. لکن الله متعال دست انسان چی کرده؟ به اراده انسان ساخته. لکن قلب اگر به اراده باشه انسان خو میبره و قلب وظیفه‌ش است 24 ساعت باید کار بکنه. از این خاطر الله متعال این بدون چی کرده؟ قلب میدر اینا را غیر ارادی ساخته. این کلش دلیل است به وجود خالق با عظمت و مهربانه که چقدر بالای ما مهربان است. برای ما و شما هر قسمت وجود ما را یک وظیفه خاص برش داده. مجرای تنفسی نه. شما سعی که وقت ما بعضی اوقات یک لقمه را میخوریم دکترای طب میگه که اینجا یک چیزی هست که فاصله میده که وقت تنفس میکنیم این مجرای شوشه باز میکنن. وقتی که غذا میخوریم باز آب می‌نوشیم باز این مجرای طرف معده هست. این حالا اگر یک قطره آب اگر طرف شش بره سلفه میکنیم تا که این را ببین این 24 ساعت کار میکنن. این فابریکاهایی که در داخل وجود ما هست که خون تولید میکنه و کار میکنه و وظیفه و موی تولید میکنه و مثلا گوشت تولید میکنه، این کلش چی است؟ دلایل هستن به وجود خالق متعال. دیگه از دلایل وجود خالق متعال در وجود انسان ها و مخلوقات چی هست؟ که مواد ضروری در وجود انسان تولید میشه. مثلا ضروری ترین چیز در وجود انسان چی هست؟ خون است. در داخل وجود انسان چندین فابریکه هست. مثلا آب که چشم تو بسیار وقت آب ضرورت داره، در داخل وجود آب شور
میرسه به چشما. گوش آب تلخ ضرورت داره، در داخل وجود بر از آب تلخ میاد. مثلا در رنگ فابریکه های هستن، فابریکه گوشت سازی، فابریکه خون سازی، فابریکه موی سازی، این چیزهای ضروری در وجود انسان هست. سبحان الله، وقتی که هر کدام از این انسان سهل میکنن به قدرت و عظمت الله سبحانه و تعالی متوجه میشه. ترتیب و تنظیمی که در جهان هستی است، شما این ترتیب و تنظیم ببینید که در جهان هستی است. یک عالم، یک دانشمند چکسلواکی یک روز مسلمان شد. از این پرسان کردن که تو چه قسم مسلمان شدی؟ این گفت که من در جمهوری چک پیدا شدم. چک قبلا چک و سلواکیا بود، باز چک علیحده شده، سلواک علیحده شده. این میگه من در جمهوری چک زندگی کردم، او تحت تاثیر اتحاد شوروی بود. میگه تقریبا 27 سال کاملا من کافر بودم و بی باور بودم و هیچ چیز من قبول نداشتم و هیچ عالم و هیچ مولوی و هیچ کتاب به هم برای من آمده بود که مرا درباره اسلام یا درباره دین بگه. لکن میگه من از طریق ساینس وقتی که جهان مطالعه کردم، میگه امی جهان از دیدگاه تکنولوژی خودش برای من گفت که خالق وجود داره. بنابراین من وجود خالق از طریق تکنولوژی کشف کردم که خالق است. چرا این آسمان های زمینی، سیارات و این وظایفی که ندارن، این کلش تصادفی نیست و این کل از این قدر منظم است. این کنترل کسی میکنه کی هست؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم. الله ذاتی که زنده حقیقی است که همیشه هست، خواب نمیگیرش، لا تأخذه سنة ولا نوم و این قیوم است که کنترل میکنه کل از اینا را. این میگه من این خالق کائنات شناختم. آیا این خالق یکی سیا چند تا؟ میگه وقتی که دیدم که معده من به امرای مثلا یک غذا که هست چی داره؟ تناسب داره. میگه از این فهمیدم که خالق میوه و خالق معده ما یکیست. آفتاب مرا در نمیده، بسیار قوی هست، لکن به اندازه برای من انرژی میده که من استفاده کنم، لکن مرا در نمیده. از این طریق میگه من فهمیدم که خالق وجود داره و خالق یگانه هست. یعنی میگه من از طریق لا اله الا الله را از طریق ساینس و تکنولوژی من درک کردم. و بالاخره میگه باز وقتی که من کتابا را خواندم، قصهش طویل است، بالاخره میگه باز من فهمیدم که قرآن کلام الله هست. وقتی قرآن خواندم باز گفتم که محمد رسول الله. تقریبا چندین ماه بعد از این دیگه از دلایل قدرت الله سبحانه و تعالی علما مثلا میگن که به بسیار مخلوقات ناتوانی که سهل کنی الله متعال رزقش میده. انسان بعضی اوقات تصور میکنه که مثلا کل افغانستان چی گرفته، برف گرفته، لکن پرنده ها گنجشکک ها همونجا هستن. ایران میبینی که حالی گنجشکک ها حال نه درخت است، نه میوه هست، نه خوراک است. این پرنده ها چه قسم تغذیه میشن؟ الله متعال رزقشان برشان میرسانه. یعنی بسیار یک دانشمند امریکایی میگه که من یک وقت درباره رزق یک پرنده که در بالای بحر میگه تو تحقیق کردم، دیدم که یک پرنده هست در نورش یک دانه میخک است، قسمی یک دانه در اینجاش است و این چی است در سر بحر در حرکت میکنه. میگه من ایران ماندم که این در سر بحر چه قسمی غذا میخوره، شنام کردن نمیتونه. میگه بالاخره یک وقت دیدم که اینمی مرغک از نهنگ وقتی که چیزی را میخوره، میگه دان خود باز میکنه، تنفس میکنه، این مرغک میره چون همین چیزش از داخل همین دندانای ازی از بین دندانای هزی غذای خود میگیره. پس الله میگه و امی تا وقتی که غذا میخوره میگه دمی نول ازی امی چیزا که مثل یک شاخک است مانع میشه که دان خود پس بسته بکنه. پس میگه اینجا هست که همین مرغک این قسم الله متعال میگه بعد پس ما از کمره های چیز سکیوریتی میگیره دیدم که امی پرنده به این شکل غذای خود پیدا میکنه. پس رساندن غذا به مخلوقات مختلفی که بسیاری وقتا انسان ها تصورش هم کردن نمیتونن، این دلالت میکنه که خالق هست که همه از اینا را کنترل میکنه. به این شکل نعمت مطابق سن سال. ببین اگر انسان مثلا طفل است، وقتی که طفل است الله متعال برش یک عقل داده، یک توانایی برش داده که بسیاری وقتا لبازار خود مردار هم میکنه، خنده میکنه. اگر امی عقل طفل رشد نمیکرد، امی قسم بود 20 ساله 30 ساله میشد، الله متعال به اون شکل پایش، دستش، عقلش، چشمش، کلش تو به شکل مطابق سن سال برش امی قسم پیش رفته میره. امی قسم پیش میره. این چی هست؟ این قدرت الله متعال است که اگر انسان در وجود خود مطالعه میکنه.
بسیاری وقتا میبینیم که بسیار غذای عادی برای تقویت جسم انسان، یک نفر پیسه‌دار است میتونه ویتامین ها و گپا را بخوره، یک نفر غریب است لکن الله متعال بسیاری از این ویتامین ها را در غذاهای بسیار عادی مثل شلغم، کچالو، ترکاری بسیار عادی که یک نفر مثلا میره 20 روپیه را در بازارهای مردمایی که غریب هستن یک ذره ترکاری میگیره، یک ذره بامیه میگیره، بسیار پیسه کم، لکن عمو غذاش میشه. غذاهایی که مردمای پیسه‌دار شاید مثلا به هزارها دلار تا کم ویتامین ها و کمبودهای وجود خود پورا بکنن. این قدرت الله متعال است. این خود انسان نیازمند است به خالقی که وقتی که مشکل بر انسان میشه بر از او رجوع میکنه. اینمی کلش دلایل است به وجود خالق متعال که انسان وقتی کنار کلش میبینه به وجود خالق متعال باور میکنه. خب دوستای عزیز، اینجا بعضی کسا اوتو اشتباهات میپرتن که والا امی کسایی که عقل دارن و فلاسفه هستن و علما و دانشمندای ساینس هستن اینا با وجود خالق مشکل دارن. نه خیر، وقتی که ما و شما اگر بیم نظریات بسیار فلاسفه بزرگ ببینیم، بالاخره ببینیم که اونا هر کدام از اینا نظر میدن و با وجود خالق چی دارن؟ باور دارن. مثلا در فلاسفه قدیم مثلا بسیاری کسا میگن نه والا فلاسفه که هستن اینا خدا را قبول ندارن، خالق قبول ندارن، دین قبول ندارن. اما ارسطو کس برهان حرکت میگه برهان حرکت اصل کنین، ای که هست میگه ای دلیل است، یعنی برهان حرکت به وجود خالق متعال. خب این مسائل ما و شما و خدا در مسائل فلسفی نمیفهمیم، لکن کسایی که فلسفه را میفهمن بالاخره چی میکنن؟ اینمی قسم توماس اکویناس، افلاطون، افلوتین، فلاسفه دوره قرون وسطا، اینا کلشان به وجود خالق متعال اینا تسلیم هستن و میگن. در فلاسفه مثلا عصر امروزی شما اگر فیلسوفای بزرگ، مثلا بزرگترین فیلسوف غرب در عصر حاضر دیکارت است. دیکارت چی میگن؟ دیکارت میگن که من با نقص وجود خودم هستی ذات کامل را احساس میکنم. این گپ دیکارت است. میگه وقتی من به وجود خود سیر کردم، یک فیلسوف بسیار بزرگ است که در شرق و غرب بسیار نام داره و مشهور است. یکی چوچکک‌های فیلسوف هستن که اینا صحیح فلسفه را هم نمیفهمن، مثلا ساینس هم نمیفهمن، تکنولوژی را هم نمیفهمن، اینا گپای کفری میزنن. اون مثل که میگه نیمچه ملا دشمن دین است، نیمچه ملا هم کسی دین نفهمن، گپای میزنن که مردم از دین متنفر بسازه. فیلسوفای هم که نیمچه فیلسوف است مردم از دین متنفر میسازن. لکن این فیلسوفای بزرگ مثلا دیکارت است. دیکارت میگه که من با درک نقص وجود خودم هستی ذات کاملی را احساس میکنم. یعنی میگه وقتی که من خودم میبینم که من نقصان دارم، نقصان من چی هست؟ که من از این اتاق بیرون درک کردن نمیتونم، من از این اتاق 1 کیلومتر دورتر کنترل کردن نمیتونم، من آسمان ها را تا وقتی که موجودات کوچک توسط میکروسکوپ و موجودات بزرگ توسط تلسکوپ نبینم من دیده حتی نمیتونم. پس این کل نقصان هایی که من در وجود خود دیدم، این فیلسوف دیکارت میگه این سبب چی است؟ سبب میشه که میگه من با درک نقص وجود خودم هستی ذات کامل را، اوت ذات کامل را موجودیتش میگه من میفهمم که اون وجود داره که تمام این کائنات کنترل میکنه. پس دیکارت چی میکنه؟ چی میگه؟ میگه من به وجود خالق متعال باور دارم. هست، بله. مثلا اندرو کورنوی، این استاد فلسفه هست، میگه اساس کار دانشمند بر این قرار گرفته که هیچ ماشین بدون سازنده نمیتواند باشه. چی میگه این فیلسوف؟ میگه هر ماشینی که شما میبینین، اینمی تلفن یا موبایل که شما میبینین، اینمی تلفن شما بدون کسی که را ساخته باشه نیست. پس این ماشین های بزرگی که ماشین آفتاب، ماشین مهتاب، ماشین سیارات، کهکشان ها، کل از این ماشین ها هست. این انسان ها، هر حیوان، هر انسان، هر جنبنده، میگه هر کدام از این یعنی کسی داره که این خلق کرده و ساخته هست. بنابراین این به وجود خالق متعال باور داره. ماکس پلانک فیزیکدان مشهور غرب است. این ماکس کارل ارنست پلانک در سال 1858 ایده آلمان چشم به دنیا گذاشت. این فیزیکدان بسیار مشهور است در قرن 19 میلادی و اوایل قرن 20. وقتی از پیش از ماکس پلانک پرسان کردم که ماکس پلانک
تو به وجود خالق متعال باور داری و چه قسم میتونی که مثلا این برش میگه که ما فیزیک دانا هستیم، امی فیزیک هست، میگه این مثل که یک تفلک، میگه ما فقط چیزی که سرم نیست در لابراتوار ما سر از این بحث میکنیم، ما میگه مثل یک طفل هستیم. چه کنیم؟ این ساینسدان بزرگ ماکس پلانک چی میگه؟ میگه ما مثل تفلک های هستیم، مثل یک تفلک در سامان بازی موترک هستی، بایسیکلک هستی، تایرک هست، یارا میشناسه، لکن وقت از این طفل پرسان کنی که موترک کی ساخته شد، یارا نمیفهمه، لکن باید باور داشته باشه که بله یارا کسی ساخته است. ما هم میگه وقتی که یک موجودی رو میاریم سر میز میگذاریم و این انسان و این اعضای بدن از زیر پارچه پارچه میکنیم، سیل میکنیم، قلب از زیر و شش از زیر و اعضای بدن از زیر، ولی آنچه که این کسی که خلق کرده او دیگه باز از توان ما بالا هست، به او ما دو دسته تسلیم هستیم. یعنی ماکس پلانک به وجود خالق متعال چی است؟ تسلیم هست. نیوتن یکی از ساینسدانای بزرگ است. شما ببینید اسحاق نیوتن در سال 1643 چشم به دنیا آورد. او یک فیزیکدان و ریاضیدان و فیلسوف و کیمیادان میباشه. نیوتن چی میگه؟ نیوتن چی میگه؟ درباره آفریدگار شک نداشته باشید. شما درباره وجود خالق شک نداشته باشین، زیرا که قابل تصور نیست که اساس و زیربنای این هستی تصادف محض باشه. او میگه، نیوتن میگه که تصادف گپ مردمای احمق است، این چیز تصادف نیست و اساس و زیربنای از این عالم هستی، این جهان و این طبیعت تصادف نیست. بنابراین نیوتن به وجود خالق متعال باور داره. یعنی ساینسدانای بزرگ، فلاسفه بزرگ، دانشمندای بزرگ، همه از اینا به وجود خالق متعال باور دارن. البرت انشتاین که است، این هم یکی از ساینسدانایی است که کلگی میشناسه. اینشتین چی میگه؟ میگه ما به مثابه طفل خردسال هستیم که وارد کتابخانه های بزرگ می شود که همه دیوارهای آن از زمین تا سقف با کتابهای به زبانهای گوناگون پوشیده شده است. کودک میداند که باید کسانی آن کتابها را نوشته باشند، اما نمیداند آنها را چی کسانی و چگونه نوشته‌اند. زبانهای متعدد کتابها را نیز نمیفهمد. کودک طرح مشخص در ترتیب کتاب ها می‌بیند، نظم اسرارآمیز که آن را درک نمی‌کند، ولی می‌تواند با حس مبهم حدس بزند. به نظر من وضعیت این کودک همانند وضعیت عقل انسان درباره خالق است. سبحان الله. یعنی میگه شما وقتی که یک طفل در کتابخانه داخل میکنید، کتاب‌های بزرگ و با زبان‌های مختلف و بسیار منظم گذاشته شده. اگر شما در کتابخانه کانگرس امریکا یک طفل برین، یا در کتابخانه لندن شما یک طفل برین که کتابا رو کلش سیل میکنه، میگم ما مثل این طفل هستیم وقتی که در یه عالم هستی همه چیز میبینیم. پس اینشتین به وجود خالق متعال باور داره. به این قسم مثلا مالین بوکس کریدو عالم فیزیولوژی، این هم وقتی که نظریاتش بخوانین، این هست. مثلا جورج هربرت هم به وجود خالق متعال ایمان داره. لوی پاستور کسی هست که برای اولین مرتبه میکروب کشف کرد. وقتی که میکروسکوپ ساخت، میکروب ساخت، از این پرسان کردن که لوی پاستور وقتی که خودت میکروب کشف کردی، یعنی قبل از لوی پاستور میکروب مثلا مردم این موجودات ذره‌بینی را نمیفهمیدن. وقتی که میکروسکوپ کشف کرد و این موجودات ذره‌بینی دید که اینا تکامل دارن، تکاثر دارن، تناسل دارن، اینا کلشان چی است؟ اینجا میگه وقتی کل از اینا را اینا دیده، ما چی کرد؟ میگه لوی پاستور وقتی که پرسان کردن که وقتی میکروب کشف کردیم، میکروسکوپ کشف کردیم، به وجود خالق باور داریم؟ میگه ای گفت که بعد از دیدن میکروب ما عقیده ما به وجود خالق 100% شد. 100% که سبحان الله. او افلاطون نمیشناخت میکروب، سقراط نمیشناخت، بزرگترین فیلسوفا و دانشمندا، این چقدر مخلوقات است، چه ذاتی که به چه شکل خلق کرده و چه قسم اینا سبب هزارها قسم مرض ها و گپا میشه و سبب چیزا میشه. اینه کل از اینا. این می قسم گالیله به وجود خالق متعال باور داشت. اینجا نظریاتشان از پاسکال اینا چی میگه؟ پاسکال چی میگه؟ هم یکی از علما و فیلسوفای بسیار ریاضیدان بسیار مشهور است. چی میگه؟ میگه هیچ چیز به جز عقیده به خالق سوز و درون و تشنگی روح ما را فرو نمی‌نشاند. میگه ما را چی میتونه که خوب قناعت ما را حاصل بکنه؟ پاسکال میگه
عقیده به وجود خالق برای ما آرامش میاره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. با یاد الله نوی دانشمند چی میگه؟ این همین قسم اینجا پیش ما بسیار تقریبا لسای زیادشان هست که من نمیتونم که کل از اینا را براتان بگویم، ولی میتونیم بگویم خلاصه به ای که تمامی دانشمندا، علما، ساینسدانا و کسایی که علم بیشتر دارن، اینا کلشان به وجود خالق یکتا الله سبحانه و تعالی باور دارن و میفهمن و قبول میکنن که خالق وجود داره. و ما و شما مسلمان ها بر علاوه از که باز ما و شما از حس خود استفاده میکنیم، ببینیم مسلمان باید از حس خود در محسوسات استفاده بکنن. برگ درختان در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. با حس خود حیوانات میبینیم، مخلوقات میبینیم، جسم خود میبینیم، دلایل عقلی از عقل خود استفاده میکنیم. عقل ما بر ما با وجود خالق میگه، قلب ما میگه بر ما. و بر علاوه از این ما و شما گفته های دانشمندان، تاریخ دانا، مثلا کتاب های آسمانی، و ما و شما الحمدلله بزرگترین مصدر ما قرآن عظیم شان است که هر صفحه قرآن برای ما و شما وجود خالق متعال ثابت میکنه و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما وجود خالق متعال ثابت میکنه و بیان میکنه. و ما و شما الحمدلله به وجود خالق متعال باور داریم و میگیم که لا اله الا الله محمد رسول الله. یا الله ما را با ایمان خلق کردی، برای ما ایمان نصیب کردی و توفیق نصیب کردی که در اوت درس ها اشتراک بکنیم، استفاده بکنیم. یا الله برای ما استقامت در ایمان نصیب بکن و آخرین کلمه که از زبان ما خارج میشه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.